به نام آنکه زمان را آفرید اما اختیار لحظه ها را به دل ما سپرد. خدایی که می داند گاهی 1 ثانیه به اندازه 1 عمر می ارزد و گاهی 1 عمر در 1 ثانیه خلاصه می شود. با یاد او که صاحب تمام لحظه هاست دفتر قصه امروز را باز می کنیم. عصر 1 روز پاییزی بود و باد برگ‌های خشک را در پیاده‌رو می‌رقصاند. بهار در کوچه‌های قدیمی شهر قدم می‌زد. او به دنبال چیزی نمی‌گشت، اما انگار چیزی او را صدا می‌زد. ناگهان در انتهای 1 بنبست باریک مغازه‌ای دید که تا به حال آنجا نبود. تابلوی چوبی مغازه کهنه و خاک خورده بود و رویش با خطی نستعلیق نوشته شده بود عتیق فروشی زمان. کنجکاوی مثل 1 نیروی نامرئی بهار را به سمت در چوبی مغازه کشاند. دستگیره برنجی سرد را چرخاند و وارد شد. صدای زنگ کوچکی بالای در بلند شد. فضای داخل بوی کاغذ کاهی، چوب گردو و دارچین میداد. دیوارهای مغازه تا سقف پر از ساعت بود. ساعتهای دیواری، ساعتهای شنی و ساعتهای جیبی. اما عجیب این بود که هیچ کدام از این ساعتها زمان یکسانی را نشان نمیدادند و صدای تیک تاک آنها با هم فرق داشت. یکی تند میزد، یکی کند و یکی اصلا نمیزد. پشت پیشخوان پیرمردی با عینک گرد و موهای سفید برفی نشسته بود که با دقت چرخ دنده های 1 ساعت طلایی را تمیز می کرد. پیرمرد سرش را بلند کرد و با لبخندی که هزاران چروک صورتش را عمیق‌تر کرد گفت: منتظرت بودم دخترم. بهار با تعجب پرسید: منتظر من؟ اما من فقط داشتم رد می شدم. پیرمرد گفت: هیچ کس اتفاقی به اینجا نمی آید. همه دنبال 1 لحظه می گردند. او از زیر میز 1 جعبه مخملی سرمه‌ای بیرون آورد و درش را باز کرد. داخل جعبه 1 ساعت شنی بسیار ظریف و زیبا بود که شنهای داخلش به رنگ آبی فیروزه‌ای می درخشیدند. پیرمرد گفت: این ساعت زمان را نشان نمی دهد، بلکه زمان را برمی گرداند، اما فقط برای 1 بار. تو می توانی این ساعت را برگردانی و به یکی از لحظات گذشته خودت بروی. می توانی آن لحظه را دوباره ببینی، بو کنی و آن را حس کنی. اما قانون مهمی وجود دارد. نمی توانی هیچ چیزی را تغییر دهی. فقط می توانی آن را تماشا کنی. بهار مات و مبهوت به ساعت شنی خیره شد. قلبش تون تون می زد. چه لحظه ای را انتخاب می کرد؟ ذهنش پرواز کرد. آیا به روزی برمیگشت که در امتحان ریاضی نمره بدی گرفت تا بیشتر درس بخواند؟ نه، پیرمرد گفت نمی شود تغییر داد. آیا به روزی برمیگشت که با بهترین دوستش قهر کرد؟ یا شاید به روزی که پدرش برای آخرین بار او را در آغوش گرفت و به سفر طولانی رفت؟ اشک در چشمان بهار حلقه زد. دلتنگی مثل 1 پرنده بیقرار در سینه اش بال می زد. او انتخابش را کرده بود. بهار با صدای لرزان گفت: می خواهم به روز تولد 7 سالگیم برگردم. روزی که همه دور هم بودیم و می خندیدیم. پیرمرد سری تکان داد و ساعت شنی را برگرداند. شنهای آبی شروع به ریختن کردند. دنیا دور سر بهار چرخید. دیوارها محو شدند و بوی کیک وانیلی در هوا پیچید.
بهار چشمانش را باز کرد. او در خانه قدیمیشان بود. صدای خنده کودکی می آمد. بهار 7 ساله با پیراهن صورتی وسط اتاق می رقصید. مادرش جوانتر بود و با عشق نگاهش می کرد و پدرش آنجا بود، قوی، خندان و سرشار از زندگی. بهار نوجوان گوشه ایستاده بود و تماشا می کرد. دلش می خواست جلو برود و پدرش را محکم بغل کند و بگوید نرو، اما یادش بود که نمی تواند چیزی را تغییر دهد. او فقط نگاه کرد. با تمام وجودش نگاه کرد. صدای خنده پدرش را در ذهنش ثبت کرد. صدای آن روز را در قلبش ذخیره کرد. او فهمید که آن روز چقدر خوشبخت بوده و حواسش نبوده. ناگهان شنهای ساعت تمام شد. تصویر خانه مثل مه ناپدید شد و بهار دوباره در مغازه تاریک و بوی دارچین ایستاده بود. گونه‌هایش خیس از اشک بود، اما لبخند می‌زد، لبخندی آرام و عمیق. پیرمرد ساعت را در جعبه گذاشت و گفت: دیدی دخترم، گذشته را نمی شود عوض کرد، اما یادآوری عشق آن روزها می تواند مرهم دلتنگی های امروزت باشد. خاطرات خوب گنجینه هایی هستند که هیچ کس نمی تواند از تو بدزدد. بهار از مغازه بیرون آمد. باد پاییزی هنوز می‌وزید، اما او دیگر احساس سرما نمی‌کرد. قلبش گرم بود. او یاد گرفته بود که به جای حسرت خوردن برای گذشته باید قدر همین لحظه را بداند، چون شاید روزی همین لحظه هم تبدیل به یک خاطره دور و شیرین شود که برای دیدنش حاضر باشد تمام دنیا را بدهد. دوستان من، زندگی همین تیک تاک های ساده است. قدرش را بدانیم. لحظه هایتان ماندگار و خاطراتتان شیرین. این قصه رو تقدیم می کنم به تمام پدران آسمانی. اگرچه کنارمون نیستن، اما خاطرشون تا ابد گرمترین پناه قلبمونه. و تقدیم به پدر عزیز خودم. دوستت دارم پدرم.